ششم تا 21 مای سال 2022 در شهر استانبول ترکیه چمپیونات جهان اوید به بوکس میان بانوان برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان، این کشور را در این مسابقه با نفوذ 4 ورزشگر سمیه قاسم و 48 کیلوگرم، روحافزا اقنظر و 50 کیلوگرم، مجگانه صمد و 51 کیلوگرم و شایره ذوالقینر و 63 کیلوگرم نمایندگی میکنند. آنها را در این سفر سرمربی تیم ملی میرزا شمسیف راهبری می نماید. قبل از چمپیونات ورزشگران تاجیک در ازبکستان مشق و تعلیم گرفتند. از اولین چمپیونات جهان میان بانوان 20 سال سپری می شود و سال تا سال شماره اشتراکچیان می افزاید. انتظار می رود در چمپیونات امسال در استانبول 419 ورزشگر از 93 دولت دنیا اشتراک کنند. چمپیونات جهان از روی 12 وزن صورت می گیرد و فوند جایزه‌ای آن 2.4 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. در هر وزن غالبان و جایزه‌داران همان مبلغی را می‌گیرند که مردها در چمپیونات جهان سال 2021 گرفته بودند. جای یکم 100,000 دلار آمریکایی، جای دوم 50,000 دلار آمریکایی، جای سوم 25,000 دلار آمریکایی. در تاریخ چمپیونات‌های جهان اوید به بوکس میان بانوان تاجیکستان تا امروز همگی یک مدال به دست آورده است. سال 2012 در سینخوانداوی چین ورزشگر معروف تاجیک موزونه چوری و مدال برنجی به دست آورده بود. در دایره چمپیونات امساله همچنین انجمن غیر نوبتی اتحادیه بین المللی بوکس برگزار می گردد. در آن پرزیدنت این سازمان و اعضای شورای مدیرانش انتخاب می گردد. به وظیفه پرزیدنت اتحادیه بین المللی بوکس نامزدی 2 نفر عمر کریملیوف از روسیه و بریس واندر ورست ندرلندیا پیشنهاد شده است.